خب بالاخره میخوام توی جلسه کتاب معرفی بکنم. هنرمندانی که کتاب میخوان بخونن باید با یه سلسله مراتبی این کار رو انجام بدن. البته همه یه بیزینس ها اینجوریه، ولی در حقیقت کتاب اینجوریه. شما باید یه ظرفی ایجاد بکنید، بعد یه محتویات توش بریزید، بعد هی ظرفتون رو بزرگتر کنید، دوباره یه محتویات دیگه توش بریزید. اینجوری نباشه که فقط کتاب‌های انگیزشی بخونید و کتاب‌های ویژنی بخونید، چشم‌اندازی بخونید، نگرشی بخونید، بعد از امور علمی و عملی که دقیقاً فروش چگونه، بازاریابی چگونه هست، توسعه و تحقیق چگونه هستش، خرید چگونه باید باشه، منابع انسانی چگونه باید کنترل بکنیم، مسائل مالی، دونه دونه مسائل مالی، اکاونت چیه، فایننس چیه، رونیو چیه، پروفیت چیه، کش فلو چیه، اسید چیه، اکویتی چیه، اصلا همه اینا رو باید بودجه رو همه اینا رو متوجه بشی. خب بنابراین برای کتاب خوندن باید بدونی که جریان متدولوژی چجوریه، یعنی این آدم ها دقیقاً چه نوع کتاب هایی رو دارن عرضه میکنن، مثل اریک رایس ها چی دارن میگن، کاتلر ها چی میگفتن، نسل جدیدشون چیه، آیا این جدید ها رو بخونیم اون قدیمی ها رو دیگه لازم نیست بخونیم. خب هرچی بیشتر کتاب بخونید دایره لغاتتون بیشتر میشه. بنابراین به جایی که بگی ما نیاز به پول داریم، میگی ما نیاز به فاند داریم، ما نیاز به کش فلو داریم، ما نیاز به رونیو داریم، ما نیاز به لندرز داریم. حالا اینا رو یکی یکی میگم، ببخشید من بعضی واژه ها رو حالا براتون پیدا میکنم و بهتون میگم دقیقاً. یکی از بهترین کتاب هایی که میخواید بخونید، خب اگر دایره لغاتتون افزایش پیدا بکنه، تکلیف خودتون با خودتون مشخصه. مثلا منتورها و کوچا چی کار میکنن برای شما؟ هر کتابی در حقیقت ذهن پیچیده تو رو ور میداره، با یه سری لغات یواش یواش برات سادهش میکنه. وقتی میخوای خودت با خودت فکر بکنی دقیقاً متوجه میشی آها من با اینجا باید دنبال UVP بگردم، حالا Unique Value Proposition این چیه؟ این در حقیقت من باید بدونم چه چیزی من دارم که دیگرون نداره، شخص خود من چی دارم، سیستم و شرکتم چی داره، تیمم چی داره، کارمندام چه کسانی باشن بهتره با توجه به شخصیت من. پس یه بعد روانشناسی ما داریم، یه بعد جامعه شناسی ما داریم. اینا رو اگر بخوای حرفه‌ای بری توش باید پله پله بخونی، وگرنه یه داستان فلسفی بسیار بزرگی میشه که کلی حرف میزنیم، رتوریک میشه دیگه. بعد وقتی میای تو عمل میرسه نمیتونی عمل کنی. باید قدرت اینو داشته باشی که اول استراتژی تو بفهمی. برای که استراتژی تو بفهمی باید ویژن داشته باشی، چشم انداز داشتی باشی. برای اون باید ارزش ها تو پیدا بکنی. اینا آپدیت میشن تو مسیر، خیلی هم نگران کننده نباشه. اولین کتاب مثل این تو ویدیو اینجوری کتاب میگیرن اینجوری کتاب معرفی میکنن، نه منظور همچین چیزی نیست. دقیقاً این The Image Revisited، این کتاب جز کتاب در حقیقت استراتژی و سیستم تینکینگ هست. سیستم تینکینگ ها مثل مایکل گربر کسایی هستن که اینها در واقع از آخر به اول با تو فکر میکنن. تو کتاب 7 عادت هست مال استیون کوفی، میگه از آخر به اول تو عادت دومیشه. این میگه در حقیقت چی کار بکنید؟ میگه طبق این کتاب شما میتونید از الان بگی کی میخوای از تو بیزینست بری بیرون، میخوای بفروشیش، میخوای بدی به یکی دیگه. نیومدیم کار بکنیم، اومدیم در واقع پول در بیاریم. بیزینس در مورد شما نیست ولی قرار خدمتش به شما برسه. It's supposed to serve you but it's not about you. حالا اینو مایکل گربر اینا میگن. بعد کسانی مثل جینو ویکمن میاد ترکشن رو ایجاد میکنه.
همون چیزی که تو مدیول های یونارت اسپیس ما آموزش میدیم، در حقیقت تو مدیول 1 و 2 و 3 یکی از کتاب هایی که به کار برده شده مال جین ویکمن، ترکشن. امیدوارم این پس و پیش نیاد که احتمالاً میاد، ولی با همه این وجود کار این چیه؟ کار این اینه که در حقیقت برای تو مشخص میکنه خب اون استراتژی که مشخص شد، حالا سیستم چیه، پروسس چیه، پروسیجر چیه، یعنی رویه ها، مراحل، سیستم ها و استراتژی ها، اینا رو دونه دونه برات میشکنه و از ارزشات شروع میکنه و تو رو میبره جلو. خیلی خیلی کتاب خوبیه این کتاب. یعنی کتاب های گود تو گریت بود مال جیم کولینز، مثلا هج‌هاگ کانسپت رو میگفت، اون مفهوم جوجه تیغی و اینا، یا مثلا ایکس فاکتور رو میگفت و اینا، یا رهبری سطح 5 رو توضیح میداد، آدم چگونه میتونه هم متواضع باشه هم شجاع باشه، اینا رو چگونه میشه همزمان با هم بود. این تناقضات رو اینجا میگرده درست میکنه. کی درست میکنه؟ جین ویکمن با اون بک‌گراند. حتی کتاب The Eight میگه وایستو پیدا بکن، صداتو پیدا بکن. بعد هج‌هاگ جیم کالینز میگه این کتاب اونا رو ریخته تو خودش، بنابراین این از اونا فهمیده تر نیست، از اونا استفاده کرده و خودش هم اومده یه روشی جلوتر رفته جلو. خب حالا بعد که این کتاب رو نوشت جین ویکمن، اومد این کتاب رو نوشت جین ویکمن با مارک سی وینترز، راکت فیول در واقع خیلی خوبه. چرا؟ اکثر کسایی که هنرمند هستن ذهنشون ویژنریه، یعنی چشمانداز بزرگی دارن، چون اینا طراح هم دیگه، و شما که طراحید خوب میتونید یه چیزی رو از تو تخیل و توهمتون بردارید بیارید توی کاغذ. حالا بر روی کاغذ سعی میکنید، حالا میکنیدش مجسمه، میکنیدش فیلم، میکنیدش موزیک، میکنیدش معرق، منبت، هر چیزی. و بنابراین این میاد میگه یکیش اینه، ولی لیلی نمیشه رفت تو زندگی جلو، یه پای دیگه هم لازمه. اون پا بهش میگه اینتگریتر کسایی هستن که ادغام میکنن در حقیقت. یعنی تو بتونی به آینده فکر بکنی، از گذشته تجربیات تو برداری بیاری، ولی در حال حاضر به صورت کوچولو کوچولو و پله پله حرکت بکنیم. یعنی جهانی فکر بکنی، چون یه بین المللی شدن هدف یه هنرمند باشه. هنرمند اگر بین المللی نشه حتما مشکل مالی به هم میزنه. بنابراین توی این کلاس ها ما یواش یواش داریم کتاب های معرفی میکنیم که چگونه هنرمنداش تونستن بین المللی بشن، بعد چگونه تونستن اینو نگهش دارن، بعد چگونه رشدش بدن، حالا در 3 مرحله. این کتاب به ما میگه که چگونه بتونی یه توازنی بین این تناقض ایجاد بکنی. کتاب‌های اسکیلینگ آپ مثلا وجود داره، برای ورن هارنیش هستش. اینا رو بعداً میتونم معرفی بکنم، الان تو ماچ میشه، نمیخوام این ویدیو طولانی بشه، همه الانم زیاد شد. قربان شما.